خدمت دوستداران بروکر امسان افیکس عزیز. امروز اومدیم تو این ویدیو بچه‌ها به شما نحوه اد کردن تایم فریم تو این تب بالا رو بگیم که چجوری میتونید تایم فریم دلخواه خودتون رو تو این تب اضافه کنید یا تایم فریم هایی که نیاز ندارید رو ریموو کنید و نحوه نمایش قیمت رو به شما آموزش بدیم. ببینید بچه‌ها، اگر بخواین یک تایم فریم رو عوض کنید، الان به طور مثال این نمودار آوزی یو اس که میگه تایم فریم 10 دقیقه است. اگر بخواین عوض کنید کافی شما کلیک راست کنید، اینجا میبینید میگه کدوم تایم فریم میخواین، برید مثلا تو تایم فریم 15 دقیقه، یک کلیک چپ کنید میبینید تایم فریم الان عوض شد. الان این 15 دقیقه آوزیه. خب اما اگه بخواین یک تایم فریمی که خیلی استفاده میکنید این بالا باشه که شما فقط با یک کلیک روش تایم فریمتون رو عوض کنید، کافیه بیاین این بغل کلیک راست رو بزنید. به طور مثال الان این بالا من میخوام تایم فریم 2 دقیقه که این بالا نیست رو اد کنم و خیلی ازش استفاده میکنم. میام اینجا این 2 دقیقه، ببینید بچه‌ها تایم فریم هایی که بغلش این تیک سفید رو دارن یعنی اینکه این بالا به شما داره نمایش داده میشه. اگر من بیام اینجا روی این الان خاموشه کلیک چپ کنم، میبینید الان اینجا برای من 2 دقیقه هم نمایش داده شد. حالا به طور مثال من دوست ندارم که 4 ساعته رو داشته باشم. اگر بیام 4 ساعته رو روی همین فلشه یک کلیک چپ کنم، میبینید ریموو شد 4 ساعته من و 2 دقیقه اضافه شد. این نحوه اضافه کردن و ریموو کردن تایم فریم ها به این تب بالا بود. حالا ببینید بچه‌ها، ما چندین نوع برای نمایش قیمت وجود داره که شما میتونید به صورت کندل استیک باشه، به صورت نمودار میله‌ای باشه، به صورت نمودار نقطه‌ای باشه. برای عوض کردن حالا با توجه به استراتژیتون محبوب ترینش همین کندل استیکیه که الان شما دارید میبینید، به اینا میگن کندل استیک. ولی اگه شما بخواید عوض کنید، شما میتونید بیاین این بالا اینجا یک لوگو سکندری میبینید، بیاین روش کلیک کنید، نگاه کنید میگه میتونید نمایش قیمت به صورت بار چارت باشه که به صورت میله‌ای هست، میتونید به صورت کندل استیک ببینید، میتونید به صورت لاین چارت ببینید که به صورت خط هست، میتونید به صورت نقطه‌ای ببینید و این با توجه به استراتژی شماست که باز هم میگم محبوب ترینش کندل استیک هست. و همین، تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.